همداران عزیز سلام علیکم. امروز 10 ایول سال 2025 قرار داریم در زیر انگوری پختقند، توکی انگوری پختقند. این در حقیقت پختقند است. این نامش هم پختقند است، مزهش هم پختقند است. پختقند با زبان انگلیسی کاتون کندی می شود. این همین کاتون کندی. این وقتی این رو میخورید در دهانتون یک مزه است که مزه پختقندی حقیقی میکند. این انگور نیست، ما نهالش رو هم نداریم برای فروش، داریم یک 5-6 تا نهالی کلانش است، 4 سالش است. و من حاضر یک شنگلش رو برام از اینجا، رنگش رو بینید. بوی این عمله که بوی پختقند میکند. این رنگش رو بینید، نه رنگ لیمون زرد شده است. بینید حاضر من میبرم، در تنهش میبرم. شما نگاه کنید که همین دانه ندارد. غلطی. بسم الله الرحمن الرحیم. اینش رو گیرم من. انا این دانه نیست. این دانه میشم گفته شده است که میجقت پچق میشد. من دانه نیست. این کشمش است. این رو میخورید که اگر من گویم شیرین ترین انگوری دنیا حاضرش انا ممکن خطا نکنم. شیرین ترین انگوری دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. هم قدر شیرین است. حسینی ما اینقدر شیرین نیست، باور میکنید؟ حالا با این یک هفته 10 روز دیگر ایستد عسل میگردد، شهد و شکر میگردد. نهال معده‌اش رو نداریم. دو تا اینجا هست، من یک دیگه اینجا هست. نه بسته است. نمیدید و уже فروختگی. این فروختگی این علاقه فروخته بدیم. با هست یک 5-6 دیگه کلانش در باغ است، میفروشیم و یا قیمت ترک 300-400 سونی میرود. دیگه نداریم از این. خوردگی آدم راحت میکند. نه از کنید از همین انگورو، از اوتر رو من همین انگورو کنید. مراجعت کنید. محیط کبر رو گرفته کنده برید. انگوری پختقند در پناه خود باشید.